سلام. امروز میخوایم در ادامه کلیپ قبلی یا پست قبلی که در مورد فشارشکن‌های سیستم آبخوری اتوماتیک نیپل بود بگیم. این فشارشکن مدل تورک هست، برند تکنومتال ترکیه هست که یه سری تغییرات نسبت به فشارشکن پارس داره و یه مزیتایی هم داره که توی این کلیپ میخوام بهتون بگم. ببینید حالا قطعاتی که تو این فشارشکن هست دقیقا مثل فشارشکن قبلی دو تا آبنما هست، یه دونه شیر انتهای خط هست، یه دونه رابطه که فشارشکن روی لوله ساپورت میبنده، یه دونه رابط هستش که این رابط همونجوری که میدونید در سیستم آبخوری نیپل یا از لوله گرد استفاده میشه یا از لوله مربع یا چهارگوش. این یه رابطی گذاشته که شما که در مواقعی که از لوله گرد استفاده میشه از خود خروجی نیپل لوله گرد میره داخلش و استفاده میشه، مواقعی که از لوله چهارگوش استفاده میشه این رابط استفاده میکنید که یه طرف گرد هست که میره داخل فشارشکن و یه طرف هم مربع هست که برای خورده باید محکم جا بره که آب بند بشه اون واشری که داخلش هست. یه مواقعی هم پس از لوله چهارگوش استفاده میکنید از این رابط استفاده میکنید. خب خود کارخونه به صورت پیش‌فرض این طرفش رو یه دونه رابط گذاشته و یه طرف یه خروجی دومش رو یه دونه کورکن داده که خیلی هم قشنگه نسبت به کورکن‌های شرکت دیگه و به این شکل استفاده میشه و یه سمت کلاً بسته میشه و یه سمت خروجی آب به سمت خط میره. ورودی آب این به این شکل هست که یه دونه رابط گذاشته، شما یا به عنوان سرشیلنگی میتونید از این قسمت استفاده کنید یا یه رابط گذاشته که به صورت فیتینگی وارد این میشه و جای شیلنگ داره. شیلنگ رو ابتدا از داخل این مهره رد میکنید، داخل این قسمت میبرید و اینو روی این قسمت میبرید. این هر چقدر که سفت‌تر بشه شیلنگ رو محکم‌تر نگه میداره. یه دونه جای آبنما داره که آبنما باید روی این بسته بشه. البته شیلنگ رو باید یه مقدار گرم کنید که راحت‌تر بره. خب این هم میشه آبنماش. یه دونه بست داره که شیلنگ رو روی در واقع ساپورت یا لوله ساپورت میبنده. ابتدا باید این لاستیک داخل این گذاشته بشه و روی این قسمت بسته بشه. این در واقع از یه طرف مثل فشارشکن قبلی از یه طرف لوله نیپل میاد، از یه طرف از همون طرف هم روی ساپورت میاد و این روی ساپورت بسته میشه و تعداد 4 تا پیچ خودکار داره که در این قسمت باید بسته بشه. خب این فشارشکن کامل شد و حالا نوبت شیر انتهای خط هست. شیر انتهای خط همونجوری که میبینید یه قسمتی داره برای نصب شیلنگ آبنما هست، یه طرف برای اتصال دیگه‌ای هست که میتونید شیر نصب کنید، میتونید خط دیگه اضافه کنید و بره برای خطهای دیگه. یه طرفش هم میتونید کورکن رو باز کنید و یه شیر انتهای خط برای شستشو بست کنید. البته قبل از اینکه این کارو بکنید واشری که روی کورکن بسته شده رو باید روی شیر بندازید. خب ما فعلا وسیله نداریم اینو باز کنیم ولی شما این کارو بکنید، یعنی واشر رو روی کورکن باز کنید، روی شیر ببندید و شیر رو جای کورکن ببندید. حالا نوبت آبنماه. خب
شیر انتهای خط ما هم کامل شد که از یه طرف لوله میاد، از یه طرف آبنما و یه طرف هم شیر داره که میتونید شیر رو باز و بسته کنید و برای شستشو. و یه خوبی که این فشار شکن شیر انتهای خط این فشار شکن نسبت به بقیه داره، همونجوری که می‌بینید داخلش جوری تعبیه شده که هم به لوله 4 گوش میخوره و هم به لوله گرد میخوره و لازم به رابط نیست. خب اینو به صورت این به داخل خط به این شکل نصب میشه. یه طرف فشار شکن ابتدای خط میخوره و شیر انتهای خط هم که انتهای خط میخوره. خب در مواقعی هم که خواستید این فشار شکن رو در وسط خط نصب کنید، کافیه که این کورکن رو بردارید و این رابط رو اضافه کنید و لوله رو ادامه بدید برید. فقط قبلا هم گفتم که اگر دارید فشار شکن رو وسط خط استفاده میکنید، باید یه دونه شیر انتهای خط اضافه هم تهیه کنید برای سمت دیگه خط. و یه مزیتی که گفتم نسبت فشار شکن‌های ایرانی داره این فشار شکن، شیر فشار مستقیم هست. این شیر فشار مستقیم در مواقعی که شما میخواید خط رو بشورید یا در مواقعی که میخواید واکسن خوراکی به جوجه بدید یا ویتامین به جوجه بدید، خیلی لازم هست که آبی که وارد خط میشه با فشار بیشتری به سمت انتهای خط بره و این شیر این کار برای شما انجام میده. چون اگر این اتفاق نیفته و واکسن یا ویتامین به صورت آروم داخل خط تزریق بشه، جوجه ها یا مرغ های ابتدای سالن تمام واکسن یا دارو رو میخورن و اون واکسن دارو به مرغ های انتهای خط نمیرسه. پس یک موارد واجب که برای فشار شکن هست این شیر فشار مستقیم هست که مواقعی که میخواید واکسن بدید اینو وصل میکنید، آب با فشار منبع یا فشار آب شهری وارد خط میشه با قدرت. موقعی که میبندید آب تحت فشار با فشار خیلی کم وارد خط میشه، به همین راحتی.